و علیکم سلام بچه‌ها، خوبه؟ سلامتیت خوبن بچه‌ها؟ اوضاع میروند که ما یک سنجش بگذارونیم در کانال ناو یگان نفر هست و اینچنین کامپیوتر را عوض کردیم که گفتیم یک از کامپیوتر ناو ببینیم که آواز کامera و این یعنی برداشت این بخش مستقیم میکنه نمیکنه، یک صحبت کنیم و بعدا از اینجا دیگه ان شاء الله کیفیر ببینیم. منظورم از این کانال نیست، منظورم از همین کامپیوتر است، به خاطر سنجش که توانایی بخش مستقیم داره نداره و تو چی درجه را خوب انجامش میدی. یک صحبت کوتاه کنیم. اگر بچه‌ها هم بخواین یک صحبت دوستانه داشته باشیم میتونم پیوست شون، یک صحبت دوستانه میکنیم یک مدت چند دقیقه دیگه. فکر میکنم که همه بعد از تراویح اومده است و خانه استراحت و ان شاء الله که یک صحبت کوتاه میگذاریم و بعدا ان شاء الله که بخش مستقیم ادامه می‌یابد ان شاء الله. سلکر به نظر ماندگی هستم برادر. بله ماندگی هستم در هر دی، هم در فیسبوک ماندگیم و هم در یوتیوب. بله سلکر ماندگیم برادر. اینا در انتظار نظریات هم میگذارم. بله اکمال نواشتنیک نزدم. چی نزدم؟ منظور من نزدم، به میکروفون صحبت دارم ولی در اون ان شاء الله که دیگه میکروفون هم زنیمش با بهتر خوبتر میشه شاید. برادر سلام، کامera تا خاموش میکنی که چون تاریک است با کامera صحبت میکنی؟ سلام علیکم برادر، سلام، خوش آمدی برادر. باز نمیاد. بله ناو کم باز میاد، خیلی کم ولی الان کم میاد. خیلی حرکت میکنم برگردونم. گفتم دارم برنامه سلیمان گپ زنم، شکرانه وقت نمیتونه بودم اون گپ زنی. فقط اما عبدالله قطعی صحبت میکنم. گودک ایده گودک بازی من دختر بختو همین روز چند کس قطعی همین خود صحبتی گپ زنم کردیم در باره همین کاری مسکوه. همو بختو میگن که باید میگن همه ژورنالیست های همو سرویی کردن، میگه باید همه رو میگه شما نمیمونده پیش پدر مادری همو رو باید شما تری باید میکردی که شما اول لیتسوی همو رو نشوندی دکازت کنید که همین لیتسوی همو هم برای چون کامیرای کدگیتون لیتسوش رو نشون نمیدی نشوندی بعد او چین بیایی فرزندای رو گناهوار کنی ایا چی گیره اوز شما پسیخیچسکی میبینه فرزندای رو میگه بچه های شما همین خودا ما کشتیان شما دکازت نداره که همو همی کورا کرگیان. این پدرملت‌های ما این دولتی بی صاحبه، این دولتی بی سواده، هم بیچاره چخ موندین با او رو مجبور کردین که شما گویی که خیر بچه ما همین کار در رفته و این خیلی نبوده فوقی. اینا قرقیز درنی مسکو اومده، یک قرقیز محکم کردن بیچاره درنی مسکو اومده با آواز بلند در پیش همه ژورنالیست گفته که بچه من این خیلی نیست، این خیلی انسان نیست گفته. یا اومدن درنی خونه ماده ولی دکازت ندارن که همون آدم هم بچه ها همون لیتسوی همون را نشون میده. اگر او دکازت میداشتن برق لیتسوی او را نشون میدادن. پدر مادر همون را همه پسیخیچسکی نگاه که چقدر حتی پک خونت سوده با یک دکازت دیگر. من نمیدونم شما همه افیروی رسیه را گوش میکنی نمیکنی؟ من ایروز همی کور شده همه افیرو را گوش کردیسم. بله. اون سوالی ها وی قبرقان یا ژورنالیست پراپاگاندا که همون گفته که او گوشا بریدگی نیستن او از بلوی درخت غلطیدگی تیپا با همون یا امونش برامده میگه که بلوی درخت برامدگی بود هم با درخت مجبور شدیم با تبر زدیم. خیلی چی دروغ میگه؟ در برنامه سالمون دیدیم که هم یک توجیکی بدبخت ایپویون گفته سرش که بفرو استاسا بفرو همیورا حالا چند مشکل وجود داره که ببینید حالتی مردم تاجیکستان واقعا در روسیه نگران کننده است.
حالا اینه که روزها چند نفر را با هر بهانه متهم کردن، در اینجا دستگیر کردن. در اینجا نه تنها ما روس‌ها را باید متهم کنیم، روزها کشورشون است، دولتشون است و هر کاری میخوان انجام میدن. در اینجا ناتوانی حکومت ما و دیپلمات‌های ما آوردن رسوندن. ببین ما در طول 10 سالها مخصوصا در همین بعد از سال 2009 حکومت امامعلی رحمانوف با همه راه‌ها مردم ما را سلفی چی شیعه صوفی نمیفهمم شافعی حنبلی با بهانه‌های گوناگون اکستریمیستی و افراطی و هزارها بهانه کرد، بر زندان کرد و از کشورهای خارجه درخواست کرد، مخصوصا فدراسیون روسیه، که اینها تروریستن، اینها را بیاره دستگیر کنید. وقتی که خودی ما مثلا ما از خودمون بگیم، وقتی یک انسان در خانه‌اش احترام نداشته باشه، در خارج کشور میتونه احترام داشته باشه. وقتی در داخل خانه را احترام نمیکنن، تو میگن تو افراطی، تو تروریستی، تو را زندان کردن، در کتران میکشن، ضربت میزنن. مردم بدخشان را چیکار کردن؟ همین گونه در فدراسیون روسیه میشه نسبتی شهروندای ما. با اساس اون چیزی که ما در داخل وطن خودمون حالت خوبی به دست نداریم، باید مردم تاجیکستان عین حال کسانی که در فدراسیون روسیه قرار دارن باید با تمام وجود آماده یک روند جدید در داخل کشور خودمون باشند. این اعضایی که در فدراسیون روسیه قرار دارد عین حال مردم باید به اونجا بیاره برساند که دیگر جای زیستن کشور فدراسیون روسیه برای تاجیکان نیست. بیایید یا اینکه کشورهای خارجه دیگر کشور انتخاب کنید، چه دولت‌های عربی باشد، چه دولت‌های اتحادیه اروپا باشد، چه امریکا باشد، دیگر کشور را انتخاب کنید و یا اینکه بیایید به کشور خودمون بر بگردیم و داخل تاجیکستان و یک انقلاب کنیم. در داخل فدراسیون روسیه عین حال امن نیست برای زندگی کردن برای تاجیکستانیان، امن نیست. وقتی که حاضر بیشتر از کسانی که در همینجا میاد صحبت میکنن میگن ما میترسیم عین حال بگیم از تاجیکستانیم در جایهای جمعیتی، خطر دارن تاجیکا عین حال در بود باشی تاجیکا در فدراسیون روسیه. پس وقتی که شما در داخل یک خطر قرار دارید، میدونید که امروز یک نفر میاد از یک جای یک نجات پرست، یک انسان با غرضهای گوناگون میاد تو را میاد مثلا لطاکوب میکنه، شکنجه میکنن، میکشد. پس چی نیاز است در همون جا نفته در خطر گذاشتن؟ او روز یک تاجیک دیگر را در چشمش کار دادن اگر که دیده باشه در رسانه‌ها و دههای دیگر مرده او ای سه بچک میگن هر سش مردگی با کسی میگن دتش مردگی اولیت زنده اوبشیم. بعد نگاه کنی اکا جان، بو من چی دیگر نمیفهمم. اگر ما همین تپک همین کارا خودش مسئولیت پوتین قطعی نمیکرد، اگر حال بربخت باید این ژورنالیستاش رویی میکرد، نه یا ژورنالیستش میبره گپ میزنن. یکم کس ای تاجیکستان ای 3 نفر خیلی بغرد ای مخالفو همه موحدین کبیرو میبینم، افسوس رو به زفر نیست. همه موحدین کبیره میبینم هر افراد همو با رسلان میگن یا دیگه او بیچاره هر افراد خیراتشون میکنن همین گپ میزنن. تمام یکم کس ای تاجیکستان، نه ژورنالیست نه خود تاجیکستان دولتی چون چی میگن 10 میلیون آدم، نه خود یک آدمی بسواد ندارن بروی گپ زنن که شما ما در فکت بیاری بعد بیاری پدر مادر یورا پرسی. اوخی من واقعا من نمیفهمم. بخاطر همین رفیقا همین همکار من روز هم میگن شما این خبر سواد میگن یورو دکازت نکردین چه خیلی ژورنالیست گوی دادن پیش پدر مادری و یا با یک گپ دیگه نه سفارتش نه اون دیاسپرت قاورستان قانوتشون همه قاق شده دیاسپری تاجیکان یک تی هوای نامد دستودای هوای اشتراک کنه که کنی هوای همین در همون وقتی سود خیاتش که بسازنی بود همین کار قبول کردن یا نکردن یاون که بیس صحیح هم دکازت کردن که ما ملتی بیس صحیح بیم بخدا ای شرمندگی نمیشه بنومی خدا. ای روز همه افرون برامدگی که اوجه خلق روسیه خلق عادیش مثل نگیریم بسیارش من باور دارم 80% باور نداره که همین بچه ها دکازت هست همون سگوی خودشون هم فیسبی
нет, все равно тоджик. من вообще حیرانم وقت уже گپ ندارم با این یا استغفرالله خی بیادبی نمیکنم با اینا و یتش یوریس میگیره خچکی میگیره با یه تا دیگه شرش شیک دیگه یه تا دیگه در پرای روش یا خول برومدیم انا یو خیلی با اون برات مورا در همه چقری یا برا تلویزیون ای بولم خوب شون دستیم ای بولم ملت خطا به همو خب کنی پشتی نمیگیری خطا به خب کنی نکی امام تاپک دیسیویتلا من فقط همین کامنتاریو دا میخوندم وطن فروش ملت فروش اکو وطن فروشی را که میدم همین ملت فروش دیسیویتلا تو ملت فروش بوده تو فروختی همه را نمیدونم برای چی برای همون کرسی تا اگر هم کار نمیکردی پشتی ملت همه گرفته همون کرسی در میمون به پوتین هم میمون در همون کرسی من یک جون رحمت گپی بسیار دارم و خبرتون نمیگیرم سلام باشید میبخشه یک گپی دیگه همین اگر همون سلیمان را به فکرم هوای ایقانی سریوزنی همین میشینه همین عبدالله را دوره قطعی هوای ای مردم متهم دارن تو درومده یه میمون قطعی خنده و قرقری میکنی ما ایجاد آوی دیدام خوب نمیشم ما نمیدونیم چی کار کنیم یا دیگه ما نمیبینیم بخدا پیش او درومده خنده قطعی همون عبدالله ای سلیمانی سلمانی نبرو دیگه گم نزن پدر مادرش همون رو نصیحت کنن عبدالله دوره قطعا عبدالله من میدونم عبدالله تو خط شما جوره اوخی عدیل نفعلا داشت به خطش چق چق کن یا دیونا بزرده مردم من نیروی میکنن من رحمت زنده باشه بخشش میکنه عزیز زنده باشه خدا یادور سلام باشه حضرت ایشون خوش آمدید به شهر نیوکاسل حضرت ایشون امروز اگر چهره خوش آوردنشون میدیم حضرت ایشون امروز از شهر لندن شهر ما مهمونی اومدن یک سلام درود با دوستان در یوتیوب و فیسبوک برسون و انشالله که بخش زنده است حتما عرض سلام و درود ادب خدمت همه کسایی که اینجا حضور دارن و را میبینن امیدوارم که خوب باشین میدونم که بعضیتون خوب نیستین کسایی که در آسیا قرار دارین امید میکنیم که انشالله که خوب شوم خوبش بکنیم خوب شوه نه خوب نمیشه هیچ کاری ما خوب نمیکنن هر کس باید خودش خوب کنه اما کشورایی که خوبن او خودشون خوب کردگن هیچ کاری خوب کردگی نیست میگم که حضرت جان من گفتم که ما مشکل اصلیمون در این است که سال 2009 وقتی که همین قانون بازدید سلفیه در تاجیکستان قبول شد بعد از همین قانون حکومت رحمانو شروع کرده سال 2019 تاجیک افراطی در خارج کشور معرفی کرد اول در داخل تاجیکستان دستگیر کرد زندان کرد شیعه گفته تو رفته اونجا شیعه شده تو اومده وهابی شده تو اومده سلفی شده برده زندان کرد بعد درخواست کرد کشورهای خارجی مخصوصا با مقامات روسیه کار کرد فعالیت کرد که این همین رو از اینجا ببره همین باعث شد که امروز تاجیکستان تاجیکو در خارج کشور تروریست افراطی به نظر میرسه یکی از سبب‌های اصلیش و همین روز خطر داره تاجیکو در روسیه ایستادن شو اون روز یک تاجیک همین روز یک ویدیو که نشر شد در سامانه‌های مجازی تاجیک کورچه زدن در چشمش کورچه زدن حمله کردن در داخل مغازه در داخل مغازه حملهش کردن حالا دوی جا اومده رسیده است بعد وقتی ما اینا میگه که بسر هر یک کسی بسر تاجیک یک کار میاد ما چی میگیم که ما میگیم که من نکرده کو او را کرده فقط دمو یا خصلت بد تربیت یک تربیه بد دیگه دمی ملت ما تاجیک است پدر و مادر چی تربیه بد میکنن برای فرزندانشون سطح خم که همین سطح خم که 30 سال شد سر ما را خم کردن با فقط سر ما گردن ما زدن سطح خم کهش کردن سطح خم کهش کردن نشه اویا هم بچه‌ها بایم که کردن شده بودن همون جوانی که 19 ساله بود ورزشکار زدن شکستن قطرمش کردن که دیگه هوش نداشته متاسفانه حضرت سعدی گفت که بنی آدم اعضای یکدیگر است این چیزا هم در مطلب در پیش بود از ما بنی یکدیگر نیستیم ما یکدیگر حس نمیکنیم اگر ما یکدیگر حس میکردیم در قضاوت نمیکردیم این خسک بچه تاجیکستان برآمد هم کسایی که
мардам муҳоҷир кардан ба оно чӣ гуфтанд 4 гӯй рихин подар рихин кардан ита кардан ута кардан мақсад задиншон киштин ҳар коршуган накардин хубшон кардин якам сабр накардан ки бинем ки чӣ мешава ман наметунистам бурам қазоват кунам як бора бугум ки ина ҳеҷ нагор нест не сабр кардан бинем ки чӣ гап мешава гиҷо чӣ хел мешава чӣ хел лавозами модар гуфт 98% мардуми Русия худшон медонанд ки кор подстроена кора худшон маъмул мақомоти Русия худш кард тоҷико ки як нагор нестанд имкон надора худшам накарда бошад дастҳои дар онҷо вуҷуд дорад яъне як даст ҳамин кор анҷом додагӣ аст яъне худи ҳамно набошад як дасте дар онҷо вуҷуд дорад яъне дар ин ҷо як тоҷико танҳо нестанд тоҷико кор кардаги нест я раҳбарадошон ҳамун русо худшон буданд ҳамун тоҷики бечора ки ҳамун башаи варзишгоҳ мегам ма дақиҷоим чӣ карда бечора намедонад ки дигар ҳофизаш гум шидаги намедона аслан чӣ ҳолата қарор дорад ҳолат агар манам мешидам тирам мешиди агар қадар ки мезадан ҳамин накшанам ҷуна ширина ҳамин накшанам ҷун танги мекина ҳо ман кардам анде барем и кора он ташон кардагиам да тоҷикистон бромадан ба ҷои кичикна тоҷикистон ба пес нама тоҷикистон ба пеш бигӣ тоҷикистон ба пеш бигӣ террористҳо ба пеш бигӣ он рӯз медонӣ чӣ шид боз дар вақти футболи тими миллии мунтахаби тоҷикистон бо арабистони саудӣ барқ хомӯш шуд дар вақти бозӣ пахши мустақим бозӣ қатъ шуд бозӣ хомӯш шуд асри 21 дар вақти футбол дар пахши мустақим барқҳо хомӯш мешавад дар тамоми ҷаҳони пахши мустақим нашр аст чандин телевизионҳо пул доданд ки ин пахши мустақим футбола нашр кунад 30 сол мешава баъд мегӯянд ки лимити барқ вуҷуд надорад камтарин мушкилот ин мушкилоти барқ 30 сол мешава ин ҳам ҳал кардаги нест дар 30 сол мушкилоти одамои иёро мебинӣ мошинои чӣ сохтаистанд барқӣ мошинои сенсорӣ мошинои бедуни ронанда мошини худаш бе ронанда бе одам мерава муштариша мегира мебара дар ҷои лозимаш мефурад мебара мегузораш ин кишварро то иҷа рафтагиам оли мо барқа наметавонем барои мардумон таъмин кунем оддитарин чизай дар 2024 дар вақти футбол меморад дар пахши мустақим дар вақти бозии футбол стадион бе бозингар валлоҳ қасам мая шаҳрванди оддии мишка намешиносам валлоҳ қасам мегӯм изом мекашам агар ҷо бурам бугум ки ай тоҷикистоном бугум изом мекашам ин воқеият дорад чаро бигум яке назана тоҷикистон бина ки 30 сол шид якта қушқорай 30 сол шид ҳам як қушқор канҷи қушқорбачаҳош ҳама чира ғасб кардагиай ай ҳамин чиз изом мекашам ҳамин делегатсия костюм бурук мепӯшанд галстук мезананд киртаи сафед мераванд бо як ҷо як организатсияи байналмилалӣ мераванд ворид мешаванд изо намекашам ба ҷои ё бошум ку них сарам хам мерам ва тамам як ҷума як лати як киртам як футболка мепӯшум мерам миллати ман гадо миллати ман паст миллати ман дар кӯчаҳо хо миллати ман коҷашабаш мекунад миллати ман террорист миллати ман ҳама чӣ қаҳрамон лидер пешвои миллат галстукам қазадагӣ шарм намекунад валлоҳ биллоҳ таллоҳ агар дар бадани раҳмонов инемиқа агар номус мешид инемиқа номус мешид иҷота инемиқа номус мешид ку истеъфо медод аслан ман дар ҷои бошум гуфтам ку лухт мерам ту яъне ҳамун карфар мера охир дар ҳамун созмони милал мера мешини 200 давлата ҳамун толи шурун окада пеш аз оне ки мадарат намая ки ин қушқор биёд барзагоҳ газана ку барзагоҳ пешакӣ аллакай медонанд ки ин барзагоҳ кадом ватанай чӣ миллат дорад кия кияни чия махлуқ варданишҷа ҳама ямур президентҳои дар онҷо шидагиам намоянда шидагиам ҳама медонанд мебурӯ изо гам мезанад изо намекашад валлоҳ қасам истеъфо бите барои ду хубай берон шарманда ҳасти шарманда кари ҳамара дар 30 сол шумо иним қакора камбудия ҳал кардан нестед барқ ҳал кардан натоништагӣ шумо худтон мардума террорист маърифӣ кард дар тамоми рӯи дунё имрӯз мкона чӯ озурбойҷон ҳамин корро накарда сорош ё масалан армениёро накардан ё гурҷиёро накардан ё қазоқҳоро накардан махсусан тоҷика тибқи қонуни байналмилал вақти қабиданаш ҳақ террорист дар ҳамин ҷам террорист қабиданаш ҳаққи муҷозат кардан надорӣ
اورا دادگاه قاضی حکمش میکنه میره زندان میشه وقتی که زنده گرفتگیشی مقاومت کردن نیست اگه حقوق ظلم کردن نداری گوش بریدین بینی بریدین عذابش دادین делегация توجیکستان با دیپلمات توجیکستان میمدن وارد میشدن میرفتن و زندان مسکو خاطی آدمو رو برو مصاحبه میگرفتن خودشون وکیلاشون خود مصاحبه میگرفتن آیا شما وکیل هم ایمان میشید هم او میشید کامرا میشید آزاد بدون یگون فشار ده حقیقتا هم کار کردی و نکردی قصه میکرد کلا نقل میکرد در حالت او را قپیدگیان اگه بوا کی باور میکنه کی میگه که میگه نه من نکردم لا او را هم چیکار که میگه بابلوش با ماشین گذاشتگیم چیکار در حالت اون میگه که من نکردم چیکار در حالت میگه من نکردم شما قانون خونه میکنه که شما یک کار هم شدگی خب گازم این که هزارها فقط برام اینا مودامایی که همین رقم دارم ترا مودامای فیسبوک روسیه در داخل زال بدن این ویدیوش هم در اینستاگرام نشر کردن داخل زالن 4 5 نفر لباسای اخلاقی و برام اون افرادی که پروندن ما ویدیوش دیدم با لهجه یمنی و دیگه گفت درسته صحیحه که توجیک بود اما توجیک که آزاد به اوج رسیدن نمیتونه توجیک او اردن با اوج را رسونیدن با اوج را این کارا تشکیل کردن دستگیریش کردن سلاحش تامین کردن ماشینش تامین کردن همه این کارا یک تشکیلات بگیر تشکیل کرد یه هم تو نشیدک هم تو آزاد نشید شما گفتم یه روز بود که یا بابولی را گفت یا قنفی چه میدزن ملیسا 3 دقیقه پس میرسه هیچ خیلی برای قنفی 3 دقیقه پس نشدن میرسی یا باطلون آدم 100 نفر تخم تار میکنن یه ساعت زیاد میگذره پلیس درک نیست در حالی که در روپاروی همو 4 کیلومتر روپاروی همو دم بچه چیز میگه گو همو امونی امور فیسبوک امونی راسته رو پاروی اونمو زلی کانسر شده بود رو پاروی اونمو ایره او طرف اگر زیاد بکشه 3 دقیقه ترقه پرخش ده هوا مردم یک از ویدیو کشیده کی میگه جای موسس صد کیسه میگه ترقه پرخه در جای ترکه اکی میگه او فهمید پلیسی که وظیفه‌ش همینه او باید خیلی راه بگرده راه تاخیر اگر تا بفهمه یا نفهمیدن پروز ملت مو امیر رحمانوف حمد ابی رحمانوف اینمی علیه لعنتی که الله لعنتش کنه در رمضان در رمضان من نمیخواستم کلی دیگه کو چیکنم میگه الله لعنتش کنه یا هر گپش میگی جویزه یعنی اخی ای خوب دا پاستای حتی دیکتاتور هم مثل یا دیکتاتور بگه که دیکتاتور دیگه دا ای چی میشه در حق دیگه دیکتاتور دیگه مثلا ناحقی چی میشه چی بگم تأخیر میشه این دیکتاتور هم نیست ای هیچ کار نیست کثیف‌ترین انسان دیکتاتور نه رئیس جمهوری کره شمالی اینا بگیم رئیس جمهوری ایران روسیه خودش اوخیت همه مقایسه کنیم دیگه با همه چقدر فرقه همین نه از تو کی اینجا رفته گرفت از همه بدتر شده خیلی ترکمنستان ترکمنستان حتی ترکمنستان من ترکمنستان مردم ش قپیده در داخل میتونه مردم ش نون بوده تا حتی مردم تمام نمیتونه دیکتاتوری هستی که ما مو چهار بچه مهاجرین مو بیاگم سیلو تا مو ترسیدی ندونستی با کجا بگریزی مو چهار بچه رفتیم در فرانسه تا مو ترسیدی در آلمان مو ترسیدی این بچه 24 که یگم سلاح نداشت ترسیدی اگه تو گردن میکنی که با یک کشور دیگه با یک رئیس جمهوری دیگه سر به سر میشه برادر خالد خوش اومدی سلام علیکم بچه خلاص سلام علیکم برادر خالد اوضاع میان اینترنت ضعیف اومد باشه و علیکم سلام و رحمت الله ما اینا جان برادر خوبه سوز سلامتیت خوبم او قطع حضرت ایشون میتونم میاد صحبت کنم پیش از ایشون اینترنت به نظر اینترنت بد نیست خوبه اوضاع مندرسه اون طرف اوی بریم اون طرف اوی بچه خلا به نظرم اینترنتت بزرگتره نه کامرات خوب به نظر میرسی ولی همون چی بزرگه اوز نه اینترنت بد نیست خوبه فکر کنم مشکلی اخیرت نباشه
میگو دریزه تمام در آواز میاد که بچه خلا بچه خلا از ما در پخش مستقیم اگردن موزه دایسی بچه خلا من دوباره داخل میشم با اینترنت سیم کارت ما 2 نفریم در گردن موزه داشت نمیتونیم بچه خلا آها از من دوباره با چی داخل میشم خب بازی لازم اینترنت رحمانوفی خرید اینترنت دام تاجیکستان نباشی بچه خلا خوری جان کیتر در تاجیکستان باشون ما فکر کنیم که اینترنت خوب داریم من ایم تویشون تماس میگیرم خدا غم میگیره زن جوابتون پس میگن دیگه نه تاونی اولشون اهم استارت شروع میشه میبرداری که میچسبه اینترنت میچسبه عادی ترین چیز یعنی باید شرایط حداقل دیکتاتوری و پدری هم حرامی تکریزی شرایط برای مردم مهیا که مثل کشور اروپایی مثلا سارت شرکت‌های اروپایی را مثلا مردم برام بیارن در نرخ ارزان دسترس نه مثلا 10 15 20 هم خیلی خیلی حتی او شرکت‌های خودروی خارجی خودشون مثلا هم شرکت روسیه می‌خواست ارزان‌تر مردم رو برای بیاره همون را اجازه نداد اون چی برسه مثلا همین شرکت پاپدا با داخل روسیه مردم ارزان ببرن میاره اگرچه صفتش پایان‌تر است مشکل نداره ولی یک توجیه که مثلا بلیت ببین من از هم جواز مثلا ما خودت مثلا طرف آلمان رفتیم میریم بلیت گرفتیم مثلا $20 اگر مثلا همینجا به آلمان چند هست 2 ساعت پرواز خب اینا بگید $40 4 ساعت پروازش اینجا من دیدم همینجا تو تهران $60 $70 $50 خب اگر که مثلا یعنی همون همین قرقیزستان میره و $100 قرقیزستان برای همون میگم همینجا $100 اگر کی همین توجیک مثلا برای رفت برگشتش بگیریم مثلا برای روسیه رفتن اومدنش مثلا $100 بتیه مثال بگیریم رفت اومدنش همین توجیک هر ماه میره و میآید اجازت میده برای حد 2 ماه میره میاد چه اجازت میده که برای پدر مادرش ببینه فرزنداش ببینه بله بو همین وقتی که یک طرفه رو میشه که چقدر قیمت میشه اینو اصلا نمیفهمم که خلاص به اون درجه رو آوردن رسوندن که توجیک از همه رو متاسفانه عجیب میشه که چقدر او هم قدر دام وجدان داره مردم خاموشن مردم نمیستن اما میشنمو پودای گوسپنده که بناوگاد میدونی که اینه عیدا 10 تا قربانی میشه عید بوم میاد عید دیگه ده بود 10 تا دیگه بناوگاد رفته قربانی یا بخیز برای همیشه این همین حالت این همین عینی حال جهان در روسیه در خطر در تمام جهان تقریبا در آلمان تروریستی عمل تروریستی توجیک در ایران عمل تروریستی توجیک در استانبول توجیک در روسیه توجیک ایواش بیای بریم اصل ریشه تروریسم میخری حکومت امروزه است به خاطر که برنامه دقیق نداره که برای مردم یک امید آینده بتیه چی تولد میکنه بی سواد تولد میکنه بی سواد تفکرش اندیشش عوض کردن هیچ چیز است تو فکر یک انسان عقیدهش نمیشناسه از تاجیکستان 9 سال درس خدای همون با در تاجیکستان چقدر بعد دقیقه گذشته اومده اتش بیورم کشتنش عوض کردنش هم بچه‌ها اگر پیش همین قبیله‌اش میگفتی که بیاد مبارزه با نه چون رحمانو میکشن رحمانو زندانی میکنه خیلی رحمانو نکرد خب صدا خوب شد الان خیلی برادر صدات خوبه روز اوزم رو خوب میشنوی صدا خوبه شما این حال پیش قفاش از بین رفت بهتر شد برادر بچه خلا دیدی همو برادرشون توری گفت که او پرای اوی با هم خودی تو گوی پرای اوز میگی بله سوزه دیگه برادر سلامتی تو خوبن چی حال داره هیچ نه همینجا شیشته با هم با حضرت ایشون مهمون اومدن از لندن طرفی ما خیلی خوب بهترین سلامت باشه بسیار یک موضوع خوب پیش گرفتین و نباید که در این قضیه ها مردم خاموش باشه البته که فکر نظر مردم خیلی مهمه در این روز به خاطر که نباید که ما دنبال وی بگردیم که کسی گناه کرد باید که دنبال اون چیزای ما باید بگردیم که همه چیزا کی ساخت
дасти ки буда иҷа барои чӣ имина тоҷик барои чӣ ягон миллати дига не аммо фақат тоҷико ана фуромӯш накунед ки инами тақрибан 2 моҳ пеш буд фикр накунам 1 моҳ 2 моҳ ба ёдту боша як лист биромад ҳамаи мардуми тоҷика ҳами террорист экстремист гуфта ҳамаша дар роз додагӣ буданд ҳамун чиза ин мехоҳад ки фақат 4 нафар ман фикр кунам як сари ришта фақат ё фақат қабидагиянд я иҷа баъд дига шурӯъ мешавад дига ҳар касе шуҷоат дорад касе ки аз ҳаққи худаш дифоъ карда метавона ин бисёр хатари калон дорад раҳмонов ира хуб худаш мефаҳма медона ба ҳамун хотир дига гумонбар шида ва дигар мошинша фурӯхта совет гирифта як маҳал суҳбат мекардиянд ё ай контакт номро шуфтанд дигар ҳамин хел дигар мардума кашидаву бурдан мегиранд ҳар шуҷои моро вақте раҳмонов меқапа мисол зиндон мекуна ё ки ба қатл мерасона ин барои ва як мисол шанси хеле бузурге ки метавона ки мисол чӣ куна озодтар хубтар худша намоиш бития озодтар хубтар сайру гаштша бикуна алҳамдулиллоҳ ки шуҷоати мо имрӯз ба ҷое расида ки ҳатто хайф дорад ба тарафи мо омадан пешакӣ бахшиш мепурсанд илтимос мекунанд наре ташкилотҳоро накуне аммо мо иншоалло ки дар ин роҳ мо қавл додагем ҳар чизе боша набоша иншоалло то охира ҳаракат мекунем ки ин роҳа мисол пайгирӣ кунем ин як мактабе аст ки дар ин роҳ мо ҳам қурбонӣ додем ҳам зиндонӣ додем ҳар чизе ки лозим боша мо додагем ва иншоалло ки мо аз ин роҳ хаста намешем бозам ки боша иншоалло ҳаракат мекунем ин раҳмонов вақти шикасташ омадагиай иншоалло ки шикасташ наздикай ва ба сари баланд қатъӣ мерем бо ватан мусоҳибӣ мекунем ва бача хӯранд як ҳамин имрӯз радиои озодӣ як ахбор нашр кард ба хонаи исмоиловҳо касое ки мошиншона ба ҳамин ашхосе ки гӯё дар ҳамин амали террористӣ иштирок карда буданд мошина фурӯхта буданд ҳаминорам хонаводаашо 3 нафаршо дар федератсияи русия дастгир карданд ки падар ва 2 писараш буд бо ҳам имрӯз радиои озодӣ хонаи ҳамино рафт даршон бастагӣ аст дар хонашон ягон нафар нест магар як келини хонашон ҳамара бор кардагӣ бурдагиянд ки бурдагияи мақомоти тоҷикистон ҳатто мега ки дар ҳамсоягишу амакошу кадом хештавори дигаешон ки рафтиянд идораи полис ки бохабар шаванд ки ино дар куҷо қарор доранд дар чӣ ҳолат қарор доранд уношам дига гум задагиянд яъне нобутан аслан мушаххас нест ки шаҳрванди тоҷикистон дар дохили тоҷикистон барои муроҷиат рафтани барои масалан бача амак чокифбало амуш мисалан фарзандаш дар куҷои шояд муттаҳам ба кадом амали террористӣ иштаги аст ки дар куҷо қарор дора тамом гум мешавад خب امنیت امروز در خانواده توجیک دیده نمیشود در داخل توجیکستان از اینجا میشود برگرفت که برداشت کرد که در این عمل خود حکومت توجیکستان دست دارد یا اینکه حکومت روسیه حکومت توجیکستان در هیچ حساب نمیکنه و اداره‌های پلیس تحت نظارت حکومت روسیه در داخل توجیکستان و هر کسی را میخوان قبلا میبرن دستگیر میکنن و شکنجه میکنن و یا حتی امکان را به فدراسیون روسیه بیارن استقلال میگن یعنی این حالت یک چیز شبه‌انگیز است اصلا مشخص نیست که ما چخیلی در برادر عبیدالله من وقتی که همین نوارایی که یک روز بعد از همین قضیه مثال زیاد نوارا دیگه دسترس شد برای مردم که میتونست که یک آدمی که مثال کمتر عقل سیاسی داره فهمش سیاسی عقل سالم داره همون نوارا میتونست برداشت کرده که الکای در اینجا یک بازی خودشو بود الکای حتی ما فکر میکنیم که میگم همین نوارا را حتی پیشکی هم تیار کردگی بدن یا به خاطری که مثال چخیل میشود که یک 4 نفر در یک ماشین رفته سوده یک چه شو بقپی یک چه ساعت 4 سحر یک دیگه ساعت 10 و چخیل در یک ماشین مثال گم شدن و یا همین یک نوارش که در اطار درخت میفرورنش اوه اهمیت داده خود اوه میگه که ریسکی نپر میگه کو یک آوازی تاجیکی های در همونجا چوه که همین 4 نفره که اوه قبیدن چوه یک تاش زبانی اروسیش خوب نیست
امروز ما در فدراسیون روسیه خیلی بچه‌های شجاع داریم که زبان روسیشو خوبه، چون 4 نفر رقم بدن که زبانشو یگان تاش مقصد چی نیست، ترجمان قطعشو میارن. من فکر میکنم یک بازی ساخته بود و تاجیکستان 100% در این بازی خودش دست داشت و خواستن که مقصد همی یک کار کنن که فقط همی شجاع و همی نفرهای کمتر مثال چی دارن شجاعتشو به جای میرسه ما را با بگیرن شکست بتیانه با چشمی مردم بترسونن و چند سال دیگر هم مثال سر همو کرسی بمونه. اما فکر نکنم انشاءالله خدا کنه که همی بازی ها و همی چیزای خودش به سر خودش ضرر شوند با مردم پس بگردن با وطن بروند یا استوستا. ما امروز حتی بگذار که از ما هر گپی بگن نگن طرفدار وای هستیم که ظلمی همی روسیه زیادتر شود که تا مردم ما حقیقت بفهمه که حقیقت از کجا هست. بگردن به تاجیکستان برن، تاجیکستان آباد، در تاجیکستان کار طلب کنن. وقتی در تاجیکستان نیست بگذار به یگان کشورهای دیگه هماهنگی کنه، صحبت کنه، یگان جای دیگه کار پیدا کنه. با شهروندو امروز نیاز به کار دارن، نیاز به فعالیت دارن، باید که امروز مردم بروند هر کجا مثال ناله نان خچه پیدا کنه وقتی که در تاجیکستان است. اما فقط تاجیکستان اینجا خودش نمیخواد که مردم مثال صاحب نان شوه و صاحب مثال یک جای کاری درست بشه. اگر که میشید شو در روسیه چی قم مصیبت سخت رفته شده، مردم در چی حالتن در اوجا نوروزی گذرونده شده. لااقل نمیگه که بس یک کو سفارت یا ما تو حاضر هم پیگیری دارم در یگان جا نمیشنم که سفارت گفته باشه که بیا هماهنگی کنیم قدم در قدم مشکل برمیگرده با وطن یا که جای کار نداره. امروز زیاد کار مقصد صاحبای کار مثال رانده کرد چی پلان داره سرنوشت تو چی میشه باور کردن که هم یک جوگی شیدگن از همون روزکار هم میگیرن میبروین فقط نمیدونن کجا میرن در کجای سرنوشت رو توغری بگیره همونجا سرشون میپرتین شکرانه میکنن با پیش میگن تاجیکستان. همون روز با خونه گپ زدم میگن که والدین میگن که التماس احتیاط کن. آخه ما چه خیلی احتیاط کنم چیکار کنم ای خونه نبرم یا که گپ نه همین گپ نزن همیش بسنده میگه همین احتیاطی تا همین که فقط گپ نزن. خیلی طبیعتی ما همین خیلی نمیتونم همین حقیقتا که بینم نمیتونم که اوه در درنم بجا کنم رنگ دیگرها وارد چند تا مثال از تمام سیاست میتونن امروز فکر نظرش گفته اما نمیتونه امروز در یک سیاستی که مثال رحمانوف پیش گرفته در اون سیاست نمیتونه فکر نظرش گرفته. بخشش باشه من نمیتونم مقصد باید ما بگم هر چیز را حقیقت میبینم حق هر چیز باطل میبینیم باطل باید امروز گفته شود. با این خاموشی ما و شما یگان تاجیکستان فکر نکنیم که یگان پیشروی شود. این مردم ما متاسفانه امروز به درجه از چیز ترسو شدگیان که همه هر چیز میگوی نمیگوی قبول داره فقط طرف رحمانوف یگان گپ نزن که تمام دیگه ساعت خام کرشمی ساعت خام که باش کردن ساعت خام باش کردن اوه ساعت خام بگی بچه‌ام رفتم بگی همه خوبه الحمدلله چوا سیوی از تو میچسبن خیلی جاش همین خیلی بسوز میشه آخه خیلی آخه سر مخام دیگه همین خیلی چیکار در قشلاق برای چی دوشنبه قشلاق برای چی دوشنبه اومده در اوجا سوید نیست شرایط نیست خیلی اوجا قینترک بود با اوجا اومدن سوزه با 2 ساعت سوید میتیم. آخه تو گپ نزن هر چیزی باشه نباشه همین خپی تو دولت پیشروی ما آخه اگه دیگه راستی گپ نمیشه به این حالت هم دیگر خیلی چی کنیم آخه برادر که هر چنده که بگیم باور که درد دل ما مقصد زیاد تا گفتن میگیم صدقه بعد از زندان بشی ای خاک انشالله خدا رحم بخره از زندان ها انشالله تا من قبول دارم از زندانشم قبول دارم مرگم قبول دارم فقط همیه که تا همون روزه که همین زبانم در همین دهن در اختیار خدمه انشالله من پروتفی همین رحمانوف زده و رفتن میگیرم باور کن. برادر محمد رسول سلام علیکم تنها نگذاریم با بچه ها صحبت دارن در گرمی. و علیکم السلام و رحمت الله. السلام علیکم برادر عزیز. علیکم سلام و رحمت الله. صدای من سوز است؟ کم پستر است ولی درون خوب است بد نیست.
خیلی گپای بهترین شما فهمیدم. دو سوال داشتم اگر امکانیت باشه اگر همون سوال شما دا بتونم نتونم. خود در کجا قرار داری برادر روزی؟ در روسیه دا. چی خیلی از حال احوالتون در روسیه؟ یگان چی فرقیت داره نظر با اونچه که پیشتر داشتی؟ واکنش مردم مثلا در راه میرین وقتی میپرسن تو تاجیکی اصلا چهره از دیگه از وقت فرق میکنن یا که معامله خوب است؟ نه شرایط ما بزیب شده. همون اینترنت هم چون جمهوریست و کسایی که میگن هیچ گپ چپ نیست مثلا دلوزی خیلی شده اگر مقصد اگر که همون توجیه فرق نداره دکمین داری دکمین نداری گرفته بودم میبینم پاسپورت توجیه میگیرن میبرن نمیپرسه او خطی رو گاب زده هم نمیتونه یا گاب زنیم میزند میبرن اما عدل 6 ساعت 7 ساعت میدورند او ادامه که دکمین و همون پیش خودم 11 توجیه دیدم مثلا دلی دکمین دوشون کاغ نده گرفتن پروسه دیپورت کردن به یگون گپ چپ درست aeroport بردن bo'yicha da O'zbekiston bilan xichon bayqtir xichon unasha bora bas ayam g'aribi nemagan برادر محمد یک سوال اگر اجازت باشه. بله برادر محمد نگاه کده همین خدمت سر کرده و دیگر برادرایی که چند قسم میشناسم همین خدمت شخصا وقتی که روسیه ویز ما محکم کردن تاجیکستان نتونستم پرواز کرده یک 2 روز یا 3 روز بود والا حالا من فقط در فکر بودم که من بدبخت شدم من دیگه تمام یگان چیز دستم نمیاد یگان کار کردن نمیتونم طول 3 سال ویز ما محکمه در اینجا میستم چیکار میکنم در تاجیکستان در فکر زدگی بودم نه که من فقط در فکری ساختن خودم بودم در فکر زندگی بهتر بودم اما با جای رسیدم که ان شاء الله الحمدلله امروز همیشه روز انا مقصد همون زندگی را دارم که بعضی اولیگارخ‌های همی چی روسیه در روسیه قرار دارن به آرزوی هوایی باور که یک جای آزاد میتونم سخن بگم پول دارم زندگیم خوبه چون همی مردم در فکر آینده شو در فکر خودسازی نیستن که همون روسیه ببرویند ترکش کنند نشید وقتی قدر نداری قیمت نداری در جا ارزش نداره انسان نباید که در همونجا بیسته باید که در علاقه امروز همه میدونه چی انگلیا آلمان تمام جاده میشوه رفته میشوه زندگی کرده این مردم ای کدوم سبب همین چیزا انتخاب نمیکنه و در همین فکر خاموشیه فقط میخواد که مقصد خاموش باشم مقصد هم چورس میکنه امروز روسیه مقصد با تلبیدن گردن کج به هر چیز بیام فقط همین در همونجا باشم اگر بخوایم فکر ما را فهمیده من فکر میکنم اون پدر مادر ما بینواتای وقتی که و خواب کردن گام نزدن چه بگم و رفتن روسیه وقتی که این خیلی گپ حق برون لیست ما گام میزنیم خواب که بچم کوردور نشاو 300 دا من فکر میکنم پدر مادرای ما بینواتن بله منم همین فکر ده هستم که اکثر ما اول نگاه کده وقتی که همین امام علی رحمان وقتی چشم مردم کم کم هوشید و فکر نظرش رو استا گفتم بس رازا ای حرمت پدر و مادر ای نمیچی و چیم به خاطر که میدونه که ما مسلمان برای نسبت پدر و مادر خیلی احترامی بزرگ داریم الحمدلله نگاه کرده اول ویو را چی کرد که پدر و مادر تو حرمت کنه ای تکنه او تکنه بعدن طرفی چی کرد همین چیزا میگن هم پدر و مادر باید که ما هم گپی ویو را بگیریم و یگان گپی زیادی نزنیم و فکر آزاد نداشته باشیم همه چیزا گناهکار اساسی هم برادر محمد با فکر من جوابی درست داد که همه پدر و مادر موان و یا که خاموش بودن طول چندین سال در مهاجرت در غلامی مثال شخصا خودم با چشمام دیدگی بودم وقتی که بچه 19 ساله 20 ساله بودم میرفتم دم پدر میگشتم پدرم فقط یک رگزک در پشتش بود در بدر خونه زوانوکورم اجقید شیف رابطه است خزاین رابطه است ما با همین ایستادم چند سال ایستادم در همونجا گفتم این حالی ما آینده ما همین خیلی نشده باشه یا مسافرگی ریش سفیده در بدر خونه مردم کار میکفت و با همین ایستادم گفتم این واقعا یک زندگی انسانی نیست یک انسان
ҳама мисол дар муҳоҷират ҳастанд, на ба ин дараҷае ки ту барои димдими хона як каси дига бигаардиву бо чӣ хеле кор метиҳам аму барг ё баргрӯвия як ҷо побела ягон коре нест дига ки дар уҷа чӣ кунӣ, як чиқирӣ кандана, як мусра як ҷо ба як ҷои дига бурдана кори тоҷик ҳамин ай мутаассифона. ман чанд соли худам дар бозоршам кор кардам, дар бозори Чиркиз кор мекардам. бо уҷа ҳарамтарин ҷои ҳамуҷа буд ки фақат кораш дуздӣ буд, ҳаромӣ буд, дурӯғгӯӣ буд, намешидани ҷо буд уҷа. алҳамдулилла уҷа ай байн бирафт, баъд инаи уборчикиш баъд дигараш сар шид. ба ҳам хотир мегӯм ки мардум бояд ки имрӯз дига оста тасмимша бигира ҳаракат кина ҳамин Федератсияи Россия дигар ба дигар ҷоҳову ба дигар роҳҳо бояд дар ҳамуҷа бубуроянд дигар. ҷои истодан нест дигар уҷа ба мора. вале манам ҳамон вақте ки ватанда будам чӣ мекардам, мақсад ин ҳамихе гурӯҳҳоро мегуфтанд ки мақсад ин гурӯҳҳо туш нашавен, ин гурӯҳҳое ки экстремияй. вақти хай ватанда ай чихена сера оно пропаганда дига хе кор мекунад. вақти инҷо омадам ба кам ҳамон гурӯҳи якум ҳамон группаи бисёр сар кардам тамошо кардана. вақти дар ватан чизе ки медидам на самом деле бовар намекардам. мегуфтам ҳамён на самом деле мардума гумроҳ кистанд. вақти инҷа Россия омадам гӯш кардана сар кардам шуморо, ба чизе ки дар Тоҷикистон дидам инҷа омадам гапҳои шуморо муқоиса кардам ки таваҷҷӯҳ намудам ки на самом деле ҳар рост мегуфтанда ӯ чизе ки уҷада меган ӯ ҳамаш фанду фиреб будааст. ха анҷо омадем кам гуфтаи гапҳоам ихе бигирем. айна мактаби нава хондаистам да, мақсад гапҳое ки шумо мегин уҷа чизе буд чен кардам на самом деле охай ҳамон чизе ки сияҳ сияҳ сафеда сафеда ҳеҷ маҳал чизи сафеда сияҳ гуфта намешавад. ҳамхел наяку. бале бале дуруст аст бародар. барои ҳамин аст ки айни ҳол мо бояд хоҳиш кунем аз тамоми бародарон ва хоҳароне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд воқеан барбигардан ватан раванд ва агар ки имконият ҳаст ба кишварҳои раванд ки дар онҷа камакак ҳолати муҳоҷират фарқ мекунад назар ба Федератсияи Русия. дар онҷа тоҷик эътибор дора ва вобаста ба донишу тафаккури худшон дар онҷа кор кунанд. масалан чаро имрӯз амрикоро барои муҳоҷират интихоб накунанд, давлатҳои арабиро барои муҳоҷират интихоб накунанд, чаро аврупоро барои муҳоҷират интихоб накунанд, ҷопона масалан барои кор муҳоҷират интихоб накунанд. аммо дар ғайри оне ки шумо як кишвари дигарро барои муҳоҷират интихоб мекунед, вақте шумо ба Тоҷикистон барбигарде 6 моҳ дар онҷа тафаккурсозӣ кунед, дарс бихонед, ҳаддимкон омодаи рафтан ба як майдони ҷадида боше ки дар онҷа рафте бо ҷомеаи уҷа бо ҳамон қайе ки дар Русия вақте ки як теъдод тоҷико Тоҷикистон мутаассифона ба Федератсияи Русия меянд, на забон медонанд, на фарҳангшон намедонанд, на қоида ва қонун намедонанд, ин мушкилотҳо ба миёд меояд. бар ҳамин асос мо бояд пеш аз оне ки ба як кишвар ба як ҷомеаи ҷадид мерем, ҷомеаи нав мерем, бояд тафаккурсозӣ кунем, каме дарс бихонем. имрӯз тоҷика тақрибан 99% мепурси як китоб боз накардааст, як калимаро намехона. оҳиста оҳиста бояд мо барбигардем ба асли хеш. гузаштагоҳи мо аслан як асле доштан ки мо имрӯз дар чум куҷо рафта истодем. барбигардем биёбирем ба Тоҷикистон обод кунем ҳадди имкон, агар ки наметавонем ба як кишвари дигар барем. имрӯз Раҳмонов айни Нобучавиш аст. бояд ки мо барбигардем аз Тоҷикистон талаб кунем. нишон ҳама беҳтараш Тоҷикистон барбигардон, на ба ҳамаи ҷопон шуда, ба ҳамаи Қатар, на ба ҳамаи ҷои дигар. айни ҳол вақти рафтани Тоҷикистон аст. мо нахай рафтем, ҷопон рафтем, Қатар ҷои дигар. хунаи очата уҷа беҳтарин ҷой ҳамон ҷой аст ки нози моро мебардоре, ҳар хелофони зиндагӣ мекунем, ҳар чизе бигӯ давом мегзад Тоҷикистон аст. бояд Тоҷикистонро бисозем, Тоҷикистонро кунем. агар на то кая мере Қатар, то кая мере ҷопон, то кая мере кишвар. ина мо 2 миллион ина 2 миллион дорем. амино 1 миллион шос Тоҷикистон барбигарда. 1 миллион агар оз Тоҷикистон барбигарда, дар 1 миллион ба Тоҷикистон барбигарда ҷои кор таъмин мекунад. ҳамона манзурум ин аст ки агар ҳаминҷа барад, ҳаминҷа худш дигаргон меояд. раҳмон давом мекунад ки 300,000 муҳоҷиро 300,000 бошад, 300,000 ҷои кор дошт. мушкил надорад дигар, мушкили нест. ба гуфт 300,000 мега. lekin o'sha shom ekan 2 million oy. Shom biri jang nakni. Ina mo gashtیم باید در روسیه خیلی وضعیت بیزی و ما نمیریم. یه باره ما جای کار تعمیر کنیم. حدیم‌ها دیپلمات‌ها نتونن کنن گفتگو کنن یک جای بهتر یا داخل کشور خارج کشور میگه کار تعمیر کنه برای ما. اینم چی طلب کرد؟
جنگ نگو رحمان و سگ بچه این انقلاب ایستو اینا ما میگیم گپوشا شما با خوبی شما خوبوش شما بی گنداش در گریم پارتی گنداش ما میگیم این خیلی برادرها و خواهرای عزیز متاسفانه حالت به همین جا اومده رسید است برادر خالد و محمد رسول اگر گفتنی باشه بفرمایید. ما سوال دارم گفتم اگر اجازه باشه سوال بکنم. نفهمیدم برادر محمد رسول. یا سوال داشتم میگم مثلا اون سوال رو میتونم اگر اجازه باشه. ما اینا همون گفته ایستم که وقتی شما را تماشا کردن سر کردیم یک خانه دا 4 توجیک بدیم وقت آخر سرم نو موندم اوزه گفتن مقصد گفته ایستن که امی خوینوی وطن گوش نکته و من قطعشان سپور کردم یا چرا خوینی کردن که یا خوینی وطن شدن خوینی ملت شدن و میگن کروچی همون گپوی چرت پرت همون توجیکستان چی میگن همون گپو را زده ایستن و من یک چیز نفهمیدم وقتی شما خواستین ای ناموسیمو ای سویتیمو میگم ای لبای چیزی که همو چی شد دفاع خواستین ای زمینیمو وقتی اوجا دا خمیره چی دا خطای دا فروختن شما دفاع کنین اگر چی خیلی شما خوینی وطن میشه من همین را نفهمیدم این سببش در چی باشه که این ملت این خیلی فکر میکنه من گفته ایستم که من توجیکستان دا بودم منم نسهم دلی گپ روش میزنم حتی فکری ما وقتی که گپ دروغ بسیار زدن بگیرن اگر به همون دا باور میکرده انسان وقتی که نسهم دلی میوی اینجا نسهم دلی میبینی اینجا چی گپ حرفای بعد دیگه همون فکر کن همون فکر رو عوض میشدیان همون چی سبب باشه حالی هم همین راسیه دارن یکی فکرشون چی داره همون یک فکرش را فهم گفتم چی سبب همین خوینی همین گپ خوین ایجا پیدا شد یک چیزی است که ببینید در تاجیکستان متاسفانه ما یک فلسفه داریم فلسفه اونه که وقتی که یک انسان یک سوال میکنه به جای اونه که وابسته به تخصص و به وظیفه و به کارهایی که انجام میده به او باید سوال کنه به سر دیگر میگذره و این باعث گشته است که در تاجیکستان وقتی که انسان ها در داخل قدرت هستند و جای اینه که ما از اونها طلب وظیفه کنیم اونها را تعریف توصیف میکنیم و کسانی که انتقاد میکنن از اونها طلب وظیفه میکنیم یعنی برعکس شدگی است و حکومت رحمانو طول سالهاست از رسانه‌هایی که در دست دارد بالای همین فشار میاره یعنی که مردم تو اون درجه را یعنی بالاشون فشار میاره این حرف خودت دروغ میگه اونو خوینن فلانی خلاص تو همین مردم به همو اعتماد باور کنه و فکر کنه که همین پیشرفت نکردن تاجیکستان سببش فلانیا هن یعنی ناتوانی خدا به گوش دیگرها بدوزه هر کسی را مگر باشه مثلا یک انسان اگر 100 آدم بیاد در روبرو یک انسان در عموم 100 آدم بیاد که دیوانه همون در هشار بودن شک میکنه همین را میفهمی این وضعیتی است که ملت تاجیک به همین جا آوردن رسوندن در داخل وطن ما شما امروز یعنی با همون دروغ و بهتان و تهمت برای مردم یعنی مردم اصیل همین وطن فکر می‌کنیم ولی در اصل بگیریم همین چند عده از همین مخالفان که امروز توانایی اندیشه را پیشنهاد کردن برای جامعه دارن توانایی یک برنامه خوبی برای آینده ملت دارن وگرنه چنین چیزهایی در حکومت امالی رحمان در طول 30 سال دیده نشده است اگر که ما مثال بگیریم که ما اگر نمیبدیم و حرف نمیزدیم مگر قانونایی که در مقابل مثلا چی قبول کردن مثلا زمین فروشی آشکار شد خب این کاری که در مرز شد با قرقیزستان آشکار شد در بدخشان کارها اتفاق افتاد شد آشکار کردیم هر اتفاقی میفته از هر جا پیدا میکنیم با هر روی نباشه یک عده چیزهاش با پول خریده اونو آشکار کرده میشود اگر همین ها نباشن و یا که پیشنهاد ها نباشه آیا رحمان و پروای ملت تاجیک داره مثلا همین وضعیت برخه ما اگر 1000 بار ساده بار مثلا در اینجا رسانه‌ای نکنیم حکومت رحمان رو تنقید نکنیم در بالای همین حکومت رحمان رو این کاری تا وظیفه تا اهمیتی تا باید تی کار انجام بدی همین کار نکنیم مردم نه فشار نیویان را یک رسانه مثلا یک چیز در این باره نشر نکنه های یگون نفر در تاجیکستان مثلا
از حکومت رحمان رو طلب میکنه. اگر که نکرد دیگه رحمان براش چی فرق میکنه؟ هیچ کاری دیگه انجام نمیده. اونا برق خاموش میکنه، ظلم کردن رفتن میکنه. مثلا امروز در ترکمنستان چه حالت است؟ در کره شمالی چه حالت است؟ هر کاری میخوان انجام میدن، ملت چند نمیمونه خارج کشور بره یا گنجو بره. چرا؟ چون این مخالفایی که بتوانند جامعه را به دور نگه دارن ندارن. مثلا همین ترکمنستان امروزه جامعهش پوشیده است، بیرون رفتن نمیمونند، فقط با همون هدفهای خاص یک عده مردم اجازه میدن که بیرون بروین. هر چیزی که بخوان برایشون میتن، هر چی نخوان برایشون نمیخوان. بخوان دیگه ماشین سفید باید در جامعه باشه، باید 40 ساله موی سر سفید باشه. یعنی این قانون ها در آینده تاجیکستان دور نیست که برای مردم چی میشه. بر همین اساس ما وقتی که میگیم که ای برادرها حکومت رحمان بالای شما فشار میاره تا اینه که شما باور کنید که ناتوانی در خود رحمان و در دیگر است، این نمی کار انجام میتیه. این یکی از سبباش و مردم به همین چیز باور کرده از سیدیت تعدادش. اون کسی که اهل تفکر است، اهل اندیشه است، این چیزا باور نمیکنه. به همین خاطر من فکر میکنم که باید ما برای مردم برسونیم. ما الان در رساندن ضعف داریم. میدونیم که مردم تعدادش میترسه نوارها رو انجام گوش کنه یا یکی کارهای دیگر، ولی ضعف ما دلیل است که تو اول نتونستیم در بدنه ملت حرفای خودمون رو برسونیم. باید حرف دقیقاً رسون. برادر عبیدالله درست قید کردیم. ما یک چیزی دیگر هم میخوام هم برسونم در این برادر بگم. هر چیزی یاد امروز میشه نمیشه، ما فکر میکنیم که این کمبودی فرهنگ سیاسی ما و شما هست. وقتی فرهنگ سیاسی مو کم هست دیگه هر چیزی که تصمیم میگیرن نمو دیکتاتورایی که امروز اثر قدرت ایستادگیان مثال رهبریت کرده سودیان امروز هر تصمیمی که بگیرن دیگه ما اگر که بخوایم نخواهیم را باید قبول کنیم دیگه. به خاطری که مردم دیگه فرهنگ سیاسیش خیلی سسته نباشه. همین مردمی که کم ترک صاحب عقل چیه چون برای چی زندانش میکنن امورا یگان گناه کردگی نیست. این ژورنالیستای بهترین یکی درنی درد دل مردم رو صحبت میکردن. برای چون اوی را گرفتن 7 سالی و 8 سالی و به یک چیزی کوچک به یک چیزی به معنی گرفتن زندانش کردن. به خاطری که امروز امو ناتوانی خود چون میترسن دیگه. مردم روز به روز که بیدار شید دیگه خطر میشه برای دیگه. همو که برادر دیگه توصیه ما هم که هر چه میتونی زترک امو روسیه ببرو و طرفای یک طرفی که مثال هر چی مقصد بهتر خوبتر قبول داره همون طرف حرکت کرد. دیگه روسیه با ما یگان چیز نکرد. طول 70 ساله که در تمام داراییشی در تمام عزت آبروی ما خیانت کرده و اولی هم کرده سوده ما هیچ محل او پاتو آبرو نمیگیریم. به همون خاطر من فکر میکنم که همین روسیه جای زندگی هم نیست. انسان وقتی که از اونجا خارج میشه بعد یک جای قدر قیمت چه میفهمه، بعد میگه صد افسوس میخوره که من برای چی چند سال پیش نبرآمدم، برای چند سال پیش من همین کارا نکردم. متاسفانه مردم ما خیلی کم میدونه، کم میفهمه که انا هر چه تیزتر ببرن هم برای خودشو خوبتر و بهتر زندگیشو میشه. بهتر است منو اکای عبیدالله. بله باید چرا پرسم ما هم میخواستم اعضای گروه بسیار بشم اگر امکانیت باشه. این وابسته به اون اداره که برادران مسئله پخش مستقیم نیست و وابسته به همون در تنهایی با من میبروی و کشوری که قرار داری اون کشور برای من مراجعت میکنه و وابسته به همون با همون نماینده‌ای که در اون کشورها سر و کار داره من به اونجا روانت میکنم و از اون طریق بعد میتونی که خودت برای اعضا شدن مثلا اقدام کنی. اما عین حال این کار بخش مستقیم نیست. در من فیسبوک دارم عبیدالله سعیدی، میتونی در فیسبوک هم بنویسی و از طریق فیسبوک یا یک گرگه بنویسین یا دوار کشین و من به اون نفره که برای نفهمیدم. اکای جمشید نفهمیدم. اکای جمشید کرده است؟ اکای جمشید شریف جدا میگم همون دم عده برنویستم اتویت نکرد. شما ببینید ما مسئول داریم وابسته
با همین کارهایی که معلوم نمیدونم که جمشید اعضا هست نیست، اما این مسئله رو من میتونم معین کنم. من تا اون درجه معلوم ندارم که جمشید اعضای حرکت سیاسی گروه 24 هست نیست، اما تو اندازه که من میدونم طرفداری حرکت سیاسی گروه 24 بود، اما اعضا شده باشه نشده باشه حالا اینش من دقیق نمیدونم. اما ما مسئول داریم، مسئول هر کشور داریم. مثلا برادر خالد مسئول حرکت سیاسی گروه 24 در کشور آلمان است یا که به اصطلاح روسیه گرمانیا، و هر نفری که مثلا در کشور گرمانیا است با برادر خالد جان مراجعت میکنه. برادر خالد مسئلهش هم میآموزه، میبینه، صحبت میکنه، و اگر میبینه که همون تقاضا و همون چیزایی که برای حرکت سیاسی گروه 24 نیاز است و اگر همون چیزا براش درست باشه و در همون وجود همون انسان دیده شود، او را مراجعت میکنه به بالاتر و از اون طریق شما صحبت با شما صحبت زمانه میشه، شما اعضای حرکت میشوید. من خاطر وابسته به اینه که شما با کجا قرار دارید به مسئول برید. من سخنگوی گروه 24 و میتونید به من برید در قدم اول، نه حتماش برای شما همون نفر دقیقی که در مناطق شما وابستگی داره مسئول مناطق شما است، شما رو پیوست میکنه، حتما از اون طریق ان شاء الله که به همون چیزی لازمه میرسیم ان شاء الله. بهترین اگر من شما در لیست کردم بنویسم مقصد من اما من محمد رسول میخوام از شما گویی بسیار لیست کردم تمام بنویسین در تنهایی، من ردش میکنم میبینیم ان شاء الله. خب دیگه اگر زیاد صحبت نکنیم برادر خالد جان، برادر محمد رسول، یک سوال شما گفتم که یک کانال جوانان تاجیکستان هم یک بار یاست تاجیکستان هم بسنجه چند قشنگ یک کامپیوتری نو خریدم برای یک کارهای چی، گفتم که کامپیوتر هم یک بار دیگر سنجش بگذرونم که تو کجای کامپیوتر میتونه برنامه پخش مستقیم پیش ببره، به خاطر که من از دیگه کامپیوتر پیش میبرم و حالا تصمیم داریم که یک برنامه دیگر در نظر بگیریم و برای اون برنامه جای من مناسب نبود، یک جای دیگه میتونستیم برنامه رو ببریم. ما کامپیوتر من کامپیوتر خانگی بود، از او را دیگه هر دمون بردن و آوردنش کاری درستی نبود. از این خاطر گفتم که یه سنجش بگذارم کامپیوتر نو خریدم بود، اگر که کارش درست نباشه برش بگردونیم با کامپیوتر نوتر بگیریم که حالا کامپیوتر خوب به نظر میرسه، اگر چی مشکلی نداره ان شاء الله که از این طریق میتونیم برنامه را پیش ببریم، مشکلات چه نمیبینیم ان شاء الله. خوب سلامت باشی برادر عزیز، انشالله که لایف را زیادتر که ببرن بچه ها فکر نظرش رو بگن. درسته که امروز مردم یک کم فکر نظرش خیلی در یک حالت ترس قرار داره، اما انشالله که روز میشوه که ترسی مردم میشکنه و همه دیگه در میدانا میریزه، انشالله به مراد و مقصد بو میرسیم. در کانال خودت برو برادر خالد جان یک بار بیاین فردا که به نظر برنامه عقل باطل است، ولی در یگان روز بیکارتر شد، روز شنبه مثلا یا که چه یک بار استریم قطعی بود رو یک کانال قطعی با بچه‌ها مردم قطعی صحبت راستی تصمیم دارم اگر خبردار بودی نبودی مسئله اینترنتم یکم تر مشکلات بود. من هفته گذشته همش یک بار سنجش بگذارم، فقط روز شنبه یک بار داشتیم ساعت صحبت که یک بار ببین که اگر خوب پیش بره بعد وابسته به همون ان شاء الله که بعد برنامه رو پیش میاره. یک بار روز شنبه اگر که بیکار باشی یا که یک شنبه بهتره فکر کنم، برای که یک شنبه برنامه سلام مردم داریم اگر اشتباه نکنم، ولی یک بار ببینم آخر ماه درسته روز دوشنبه صدای مردم نه صدای مردم نه سلام مردم سلام مردم ما صدای مردم فهمیدم. هر آخر ما برنامه سلام مردم است و روز شنبه همین برنامه را داریم با اون صحبت میکنیم. باشه برادر انشالله تماس میگیریم، اگر نه یک وای کنیم انشالله ببریم در کانال مورم یک نفر دیگه داخلش هست همین داخل کنیم چی میگه بعد خارج میشم. اسرار بحران آماده هستش مداخل شین؟ الو سلام علیکم، شنیدی هستی مرا برادر؟ بله میشنویم، فرمایید. او چی وای پیش رو تا میگیره تا بشتی کمتر نه درست بله بفرمایید برادر و بدلو خیلی خوب باشی برادر عزیز، ختم میبینیم انشالله. این برادر خوریدم دیگه پخش زنده دو سر دادین دیگه نفهمیدیم برای چی باشه دیگه، ما هم گفتیم قدچی ما صحبت چی
این بخش مستقیم فقط یک صحبت عادی داشتیم در عموم، ولی به هر صورت ما در موضوع حالت مهاجران مهنتی بعد از این اتفاقی و این حمله تروریستی بر فدراسیون روسیه صورت گرفت، بعد از همین دور اومدیم صحبت کنیم که وضعیت رو بفهمیم و این چنین چیزایی که معلوماتی که در طول امروز به دست ما رسید اونها رو با مردم شریک ساختیم و هم خیلی صحبت کردیم، ولی در عموم موضوع خاصی نداشتیم. من همونطوری که اوزی پیشتر ذکر کردم، من یک برنامه دیگری در نظر گرفتم باید انجام بدیم. در همین خانه‌ای که هستیم در اینجا متاسفانه امکان همین برنامه را پیش بردنش نبود، یک جای دیگه گرفتیم، ولی در اونجا کامپیوتر برده نمیشه، نه کامپیوتری خانگی دارم و اوز یک کامپیوتری لپتاپ خریدیم، هم کامپیوتری دستی که گفتم یک سنجشش بگذارونیم که چه خیلی است برای برنامه پیش بردن میشه و یا یکی نمیشه که میبینیم وضعیت خوبتر است. به همین اساس هستن بیرون پخش مستقیم اومده بودیم ولی یک ساعت هم صحبت کردیم. ولی بهترین برای که مثال وضعیت ندیده استیم که چه خیلی نه وضعیت چه خیلی شده است و مردم و بچه اولاد آورد مثال حکومتی را همون متاسفانه هیچ که اینه ببین که نگاه که میگن که ما میگن مثال کشوری مشتری منافع میگن چی میگن این قدر مثال چیز این بچه ای را ببین که خیلی همش نه که همین خدمون مردم توجه یا با فکر کنه که مردم اروز این اروس ها چیکو کدن ببین که ازدیواتیست و این خیلی کدن که یگون کسی خیلی کدنی نیست. این به حد نحرمتی به حد یا به قدری ما ملت توجه که گوش بریدن گوشا همین چند کسی قبیلگان هوایی رو همش اسکلیچ نیستن خیلی چه زدگان هوایی رو این خیلی بیرحمانه زدگی گوشا بریدگی اوشا گیم چیوش کار نمیکنم بیزا گیگه خیلی ختون ببینی نه در چیو او را وردگان یا کسی چی نمیگه مثال با توجکای ما برده گل مونده سیان انا که پریستاید کنه که شما یگان اروس در توجیکستان یگان کس هم خیلی کارا میکرد پریستاید که یگان کس یگان الفا یا یگان کس جرعت میکرد که همی کارا کنه یا اروسا اینجا چهار کس یا اروسا گوش شبای بریدن نگاه که همه را میموندن همی اروس شیخچان را چی میکردن با توجیکستان ها با مثال لشکر میکشیدن در پوشا مثال بگیم ده همون اتفاقی سال 2000 چند بود یادم نیست سالش لیوچیکا بودن کو 2010 با یک هواپیمای کلونی مواد مخدره دستگیر شده بودن، ولی برای همون نوعی که مواد مخدره دستگیر شدن در داخل وطن ما، اما برای دستگیر کردن همون چه اتفاقی افتاد دیدید تقریبا در یک مدت کوتاه با توجیکایی که در فدراسیون روسیه قرار داشتن چه اتفاقی افتاد. از همین خاطر توجیک هیچ وقت نه جا نه مقام نه عزت نه شرف در فدراسیون روسیه نداشت و نداره. توجیک فقط عزت شرفش فقط در داخل وطن خودش به دست میاد در صورتی که همین حاکمیت بر بگردونه به دست خودش بگیره. امروز در داخل توجیکستان حاکمیت در دست مردم نیست، همین خودی همین حکومت ما متاسفانه برای ما کارای انجام میده که ما قبول کردن نمیتونیم. همین چیزا واقعا سخت است. ببین همین مردم بدخشان خودش نکش مگر مثلا مردم رشت همین را خودش نکش مگر همین خیلی بله بازی خودش بدن خودش وبایدلو خودش بدن خودش میگه که من فرمان دادم یا خودش گفته است یا میگه که من فرمان دادم که مثال میگه بگیرین بدخشان رو چکنین خودش در کرامای فیل در اخبارو در همین چیزا همه خلق دیده گفتی ایره کی هیچ که ایره این کار کردن نمیتونه این کاری شده گیره چیزی شده گیره همین به عزتی مثلا ببینین غیر از او هزارها نفر و جنوب تروریست افراطی و اکستریمیستی و شیعه و سلفی و صوفی و فلان بسمدان بردن زندان کردن. هزار کسی دیگر یک ملا برمد در یک رسانه برای توی فرزندش یک حرف زد یا یک حقارت کرد گفتن بردن زندانش کردن. هزارها کسی دیگر به همین جرم ها بردن زندان کردن که گویا اونو افراطی هستند. یک نفر دیگر برادر عزیز
تروریست کردی. بله برادر جان بایلو نگاه کو کی اینا اوزی خیر همین کارا در سر مردمی همین بسری همین بچهای توجیک زده است نه که هیچ کم هم بدونه که دروغه ها این کارا یا کداگی نیستن یا ایداس یا این کار نمیویا یا بگنوهان خیر در سر یا بر کداگی بیچورورا هستابت کردن با اسلام روسی حالا که نگاه کو بایلو خیر همین کارینا مثال کنه همین حکومت توجیکستان خطابی خیر همین ادوکات بگیره کو همیورا چیوشونا دلوشونا برا کو میتونه همین کارا کدا هیچ نه خیر ادوکات میگیره کو مثال کو همین کارا همیو کداگیان نه کداگیان مثال فرمایی که مثال همیو پشیدگیان اکسپرتیزا بکنن که همیو داتانه همیو اوخی همیو را قبیلگیان شما نورو را ببینین که خیلی نه فرما دارن نه ایوم بپرسه یگون چیکیست دادیجو داری نه یگون من ندیدم اوخی یک اگه میگی که یگون کسی کوچا قبیلگی آوردگی وری هم خیلی او آدمی که در نوار دیده میشه ایوی خیلی وری نیستن اوخی خطابی همه چیزایی هستن همین حکومت تاجیکستان خطابی ادوکات بگیره خوی همیو را میتونه چی کده میتونه همین کار کرده از طریق دیپلماتی باید این کار حل کرده بشه همین شأن شرف ملت پس زدن خودش باید یک مسئله در سطح دولتی باید حل شود نه در سطح پایانی اگر ما دیپلماتی قوی نداشته باشیم این کار چه حل پیدا میکنه مثلا حکومت خودش دست داره چه بود اعتراف میکنه که کار درست بده کنه حکومت خودش کمک میکنه برای همین کار متاسفانه در هر جلسه در هر گفتشینیش میشینه تروریست اکستریمیست تروریست کدام پرزیدنت امروز میخزه ملت خودش تروریست اکستریمیست میگه یا خواستن که یک کینو بکنن دیدن که همین کینو دا اکتیورای همین تاجیکستان میشه در کازاتلسوا دارن که هر شش خیزش ده همین رحمانوف میشینه و میخزه میگه ما دولت ما خیلی زیاد شده تروریست اکستریمیست میگیرن این همین چهار ملت ما را بیچاره میگیرن به جای اکتیور استفاده میبرن فهمیدی دیگه هم مقصد تاجیکا را بدبینی و بد گفتاری و بد خیلی نمیشه تا این همین روزا تو 5 روز شد میگذره 4-5 روز شد گذشته باید چون یک بار اعتراف نمیکنی خیلی چی گپای امیرا کو در یک حالتی چی گفته شنید باید حل کنه چون که همین کار هم خیلی شده اما به خاطر خودش که دست داره خودش از این کار پیشکی هم آگاه بود دیگه خاموش مجبور خاموش بشه تا که دیگه هر تصمیم دیگه خوجه خارجیش بگیره دیگه انا که دیگه برادر خالی جان برادر خالی اینا بود قرقیز ببین که او زنه که ببین ای پشتی بچهش چخه اومده در همونجا چی کده ساکی همه طرفه پشتی بچهش گرفته سای هم ژورنالیستی گاو زده سای هم رنگی مادر وری گاو زده سای فهمیده سین برادرو سینی و گفته سای که شما هم فرزند دارین فهمیده سین هم ادوکاتیک همه طرفه فرزند شد میگه فرزندی ما گناه نداشت فرزندی ما یک آدم پرستوی میرنی بود دیدی چی خیلی داد چیو خیلی قند بزن گفتمه ناسم دلی همیو هم خیلی از اینا تاجیکستان میگه آدم روی کردن که همی حکومتی روسیه که همو را پدر مادر هوا خیلی بپرسن نکن هوای پدر مادر خیلی اجازه بدن بگن که خیلی چیبا همی فرزندای ما اگر همی کار کرده باشن نکن هیچ کم نکدگی نیستن نکن دستر نکن همی گوش همی را بریدن و در این حالت یورا آوردن کی جواب میتیده او ای بچه اونا دو کسش مرده اینا بود در چیو 4 نفر رنگی سگوری میگه با گاب زده سه ویدیو دا میگه که گاب زن که ما در پیش سودگی اون گاب زن یک گوشت موندگی او بیچاره را ای خیلی گراجت کرده ای خیلی همین شما خودتون باید هم مادرای هوای و پدرای خیش تاوره همی باید بپرسن همی آدمایی که همون سپیسلوش به روسیه میره و کی میره رفتگی هم تاجیکستان دا همچون انسان مثال یا شهروند تاجیکستان بودن نه که مهاجر بودن در روسیه پول می آوردن کو پاتن میسپردن کو نالوگ میسپردن کو کار میکردن فعالیت کاری داشتن کو هیچ وای پدر مادر یا نمیدونه که فرزندش داور چیکار میکنه نمیکنه لیکن پدر مادر حق داره که بپرسه که فرزند ما را شما چوا اگر همین جنایت هم کرده باشه میکنم شما نباید در این حالت میرسونده
او آدمایی که مثلا همین گوش بریدن همو را باید سود میکرده یا که جزا میدادن او کورچه را با آکسیون کرده فروختن یا ازدواج خیلی اختون باید مردم تاجیک همو آدمایی که نزدیکایی که هوایی هستن باید بپرسن ای همو آدمای روسیه یا ای حکومت تاجیکستان طلب کنن. بله برادر درست میگوی، اما برای کارا همش صاحب در کار، برای کارا یک انسان در کار که غمخوار باشه. فهمیدی پیشوای اعلام کردگی که من میگه پیشوای تمام تاجیکان خیلی کو دکازات کنه خیلی کو نمیره چخیل پیشوایمون میگن که همه پیشوای تاجیکای روی دنیا میگن شده تا خیلی همه میدونن. مثلا پیشوای همون بلاگرها یا پیشوای دیگر مردم نیست، پیشوای اونم بلاگرها. نه آدمایی که چاپلوسایی که هستن همون آدمایی که طرفدارن مثل طرفداری میکنن باز نمیتونم همش خپای با یا خیلی جمعی گل گرفته پیش سفارت همون روسیه ده آخه برند طلب کنین و یورا گوش چی ببریدین گریه کنین چی که دهشت ای بچه خب همین حالت برسونی آدم نمیتونه گفته، نمیتونه همینجا فکر خچه آزاد گفته نمیتونم بخدا تو فکر میکنی که برای همون ماجرا پل بگذارانه بازی میکنن و کارو میکنن ماجرا باید فکرشون بگیرن دیگه. آدمایی که در وضعیت خیلی وضعیت دغلدگه باید اون بلاگرها فکر نکنن، فکری باید ملت خچونا فکری تاجیک خچونا بکنن، نباید تاجیک کم بغل بگیرن تروریسم بزنن اکستریمیسم بزنن که نوم ملت ما را باید کنن. ما کوی ملت خب بوی نیستیم کم بغلیم اما جو روز شیرگیم با ما را بگیرن داخلی لیستی چی را بزنن رنگی خلقی ما را ای وابشه ای کاری کدستیان که ای وابشه درگون کلا یگون شده برادر یا لازم یک در همون مرکز سودا ده کامیراهای دنیا است، در همه طریقش کامیرا است. چرا مثلا خب خودی همون تروریستو کامیرا داشتن کامیرا کردگن فقط کامیرا همون تروریستو را پرتوفتگن درست و گفتی خچو چرا کامیرای همون مرکز سودا را نمیپرتویان که همه انسان‌ها چخیل مو نمیدن عین حال همین چیزا نیست. خب اون طرف چه پرتوفتگیشان که ببینیم کو برادر عبیدالله اگر به یادت باشه یه روز اول برآمدگی بود در کامپیوتر نشون میده یک مردکی گدتا 40 ساله 45 ساله های در روش ماسک سر زرد قطی میدرویا یک سه کس در دهن در امو اخرین کار میپرنس طرفی کاسا میویه و با ابرد نمیگرده طرفی بیرون میره. اونجا یک آدم بود همون ویدیو یک روز دست وید کرد دیگه پیدا نشید. اونجا معلوم بود که و کی درآمدگی بود. اونجا даже میشید که همون بازا همون چیو همون آدمای درآمدگی کی بودن چه خیلی سلاح داشتن همش میشید پیدا کرد. اما هم خودشو همین چیزا با دوباره گرفتن رس کردن. همون نفری که در کاسه ایستادگی حتی هوا میگه که وقتی اومدن درآمدن روسی گپ زدن اکسنت نداشتن. وقتی اکسنت ندارن این آدمای قبیلگیشون یا اگونتش زبان روسی را نمیدونن از نش معلومه که یو نبودن اخی همو اولی کار درآمدگی نبودن در اونجا. من نفهم که مردم به خدا با گیجور فکر میکنه امروز خیسیان ملت خطا خویم بگوی ملت خطا هر چیز بخواهی بگوی نمیفهم که پگاه یا چخیر روی مردم نگاه میکنن خیلی که همه خواهی میگن خود چون خواهینن هم پلی مردم زیدیان به هر راه خوردیان حرامی قطعی زندگیش و بردیان با امروز بعد همون سر بلند قطعی با یک هموطن اختا ببروی خواهیم بگوی خدا بزنه تو قطعی من همه پرا اول همیارا با قپم برم این همی ریشو ریشوی آزی که سه شروع ملوگر شروع کرده که ملوگرو را من این فرام یورا قپم گیرم برام که باید میفهمم که خوین کیه. بفرما برادر. بعد چیزا بگم بعد میگن که هم یا چیا تماشا کردم همجا دم میگه که همون ماشینی که همی یا قپیدگی انکو با اون ماشین همه کونش میگه کونی ویا ببین کونی را ببین میگه داو همو چی مارکه ماشین هم دای فرانسوس رنو بود بخیلمه رنو اونی ویا در رنو چیز دیگه نیستوندگه اینی یا در رنو کانتر با چیوش اتلیچات هم میکرده ایجوش فرد داشته او ماشین دیگر رداج یا دیگر ماشین گرفته همه آدم را پروسکون و آدم های کمی کار کردگن ناسم دلیل همه داجی میدونه که هم اروسخ چون
نه که هم ماشین یه بار نگاه کنین کو هم بچه ها اگر همون ببینین و باید لو خود مثال همون رو یه بار ببینین همی گپ گفتن ده یه بار سرانیبت کنین من ندیدمون نه که همی گپ گفتن ممکن هم خیلی باشه نه ساخته مثلا درصد یگان نزدیکگیری نمیکنه یه همش یک ساخته بود یه همش یک بازی همو حکومت بود به خاطر که با دوباره خچه یک غمخوری همو ملت گفت نشان بده و دوباره سر قدرت بمونه این کار فیزبی بود اما فیزبی ما رو هم در اینجا دست داشت قطعیش همراهی همکاری داشتن فقط این ما استفاده بردن این همی کاری خودشو پیش بردن تمام دیگه فکر نظر من همیه من این را قبول ندارم اصلا این بچه های توزه بدن یا این بچه ها یگان خیلی چیز دیدن نمیشه و بلنیسه بیچاره خیزه میگه من در اینجا چکو میکنم نگاه کنه امروز اول همو دو برادر که مثال با تروریستی و با اکستریمیستی اعلان شو کردن ای تاجیکستان و تروریست در تاجیکستان در یک روز تاجیکستان داره بگم 5 ماه پیشکی اومدم ما چی خیمه در این کار دست دارم 4 ماه پیشکی رفتگی من نمیفهم که باور که مردم هر خیلی فورده هستن خیلی استفاده میبرن اینا ما با نمیدونم که امروز همه رهبریت ما همه حکومت ما در عموم خپن نمیدونم چی مقصد دارن چی پلان دارن این هم بیا دیگه فکر نظر ما دیگه خیلی مردم خودش بگذار تصمیم شد بگیره اما من اصلا قبول ندارم فکر نکنم که مردم ما تری جرأت داشته باشه جرأت نمیکنه با برای فکر نظر خچه در پیش یک کامera در مقصد دقیقه بگه میخیزه میره با طرف مقصد اودا میکشه من فکر نمیکنم بله من در فکری خودتون برادر خالی من فکر دارم که این آدما کداگی نیستن پروس ای آدما قربان شدن قربان سیاست های روسیه و تاجیکستان و یعنی چیزا شدن جستوکی را غلطیدن همی نزشت و همی بچه ها رفتگن لیکن با همون آدمای عبید نگیش همی یکی آدمایی که میبا من مسولکا جمع میکنم من ایخه میکنم اخی تو مسولکا جمع میکنی چکو میکنی نمیکنی مو پرابلم های مو چی ایتده تو که تو همی کار خودت انتخاب کده های مسولکا جمع کنی تو رایش که زورا نکده که تو برای جا ریکلام کنی که تو چکو میکنی یا که خیلی یاردمت کنی یا که با ترام من نمیفهم آدم حاجی بخیم را با حاجی میگم یکان حاجی نیست ما پشتی 4 مهاجر آخه پاد آخه تیا بار فکر که من باور که من طرفدار اوایم همه این همی توف نالت کنم همی رسیه با من طرفدار اوایم که این همی کار سبب شد همش روی کنم برای تاجیکستان بخدو برای تاجیکستان در تاجیکستان کار طلب کنم در تاجیکستان در پیش اونمو پیشوای ملت رو بازانو بزنن که بعد میفهمن غمخوری ما کی بده پیشوای ما کی بده امروز مبارزه بیچاره میبرن امروز سویتی بیپل چون میتین این ای تکنه و تکنه انا نمیبرن بکنن هم بعد میفهم تو همین روزا 5 روزی در مصیبت قرار دارن یک پیشوای ملت رو نمیبرن راهنماییش کنه با مبارزه بیچاره وقت جدا میکنن میخزن میگن دی تکنه و تکنه ای کار برای شما بهه او کار برای شما بهه نمیفهم که مردم با خود و کجا روانه چی مقصد دارن بله برادر عزیز به چیز دیگه نگفتن همونه برادر کی بود سوراب ظفر رهبر گروه 24 بله اما انسان یدین سنی آدم بود که در همین پالیتیکی میگفت که فقط زوراوری نکنه میگفت در چیزای فقط خوب در آدم را دعوت میکرد ای کارای تروریستی و آدم کشی و یا که دیگراش فقط میگفت که خودداری کنه همین چیزا در دست نزنه همین کارا را نکنه بسیار انسانو را تربیه چی میکرد این همه آدم ها این مثال پول دادن مثال چکدن نوای ای ترکیه میگیرن میدزن میبرن چیکار میکنن بینام نشان کدگن همه آدمی که همین خلق خچه مردم خچه با یک آرامی با یک چیز چی میکرد این همه آدم ها بردگن و میگن که خیلی مردم تاجیک چوه تروریسم میشه چوه خیل میشه یکم پالیتیکی نرمالی یک پالیتیک میشه یک آدم ها میبره و یک نصیحت یکم کاری میکنه همه آدم ها میگیرن میبرن این ایدین سینی خیلی روسیه ولی طلب میکنه ای تاجیکستان که شما بسیار دیگه دولت ها که پول جدا میشه برای تروریسم شما چوه ای را استفاده نمیکنه در تروریسم باید مردم تاجیک همین چیزایی که
گروهایی که هستن چیزا هستن باید برویم بگن همون چیزا را که همین برای تروریسم جلو میشن، نه که این برای یک ژورنالیست استفاده میکنن، یک مخالف در یک آدمی چی در استفاده میکنن. یگان آدمی که پروفیل ممالی رامون یگان چی میگه درباره همون ایسا میکنن، پول جدا میکنن که همون را بیارن یا همون را خب درارن یا یگان کار بکنن. مثال خونه همون آدم بروان، مثال فرض کنیم با یک ماشین یا خونه مثال یا مبارز میروان، همون ماشین در بنزین میروان کو او بنزین یا پول میسه که همه یمی پول در چیزی داشته است. یعنی خیلی بد حسیه اینا. مثال بی خیلی فکر کنیم و میشه مردمی توجیه به یگان نه نصیحت نه امری معروف های اینی آدمایی هستن که یک کلمه راست هم میگن میجیخن امورد و دیگه بس میکنه. خلق توجیه گم کرده دیگه نمیدونه چیکار کنه دیگه. نه بلوگرش خیلی حوضی معلوم شده دیگه. خطون اینا برادر خودت دو بایدلو خودت با احمد خودت خوبتر میدونی. هم خیلی نسای 100% همینطور است. خیال میکنی اینای سوراب زفر قطی برادری نسیم جان شریف گرفتن بردن نه یورا مثال کیو خیال میکنی که یو به پول بردن یورا یا کی یگان یا میدونی میلیون ترکو دادن گرفتن آدم چونه گرفتن بردن. این قدر سوم جدا که بر آدم اختا چروند اختا پول جدا کنه که خلق باید تعلیم تربیه خوب روایت هیچ گفو نیست. حاصل شاینه میگیری اخی خینه و باید گندم بکاری گندم بگیری چیز بکاری هم جا میگی. این همین حاصلی حکومتی امام علی رحمان. این حاصل همون چیزی است که در طول چند سال شد در داخل وطن خودمون بهانه‌های گوناگون زدن محکم کردن، افراطی گفت تروریست. این حاصل همون چیز است که در خارج کشور امروز همون چیز اومد رسید. هم یک انسان هم گفت تروریست میشه دیگه. هم یک انسان هم گفت آدم میکشه دیگه در آخر. میرات آوردن به همجا رسوندن دیگه. این مردم این خیلی مردم نباشه. شما در تاریخ نگاه کنید مثلا تو همین سال 2000 تقریبا 14 در یگان توجیک چه انفجار کرده بود. حتی هم توجیکو افغانستان که اینقدر مثلا در مقابل شوروی جنگیدن در یگان جا هم چون انفجار کردن. توجیک همین کارو نکرده است در تاریخ. توجیک از تفکرش استفاده میکرد. توجیک میدونه که همین کار درست نیست. ولی یک تعدادی بیسواد اومده میگه ایگیل به گردن گرفته است کو او ایگیل داعش عکسای اینا رو چاپ کرده است کو او پدر سوخته داعش هیچ وقت چنین حمله نمیکنه. داعش انفجار میکنه. این حمله داعش هم نبود. بعد هم کانال دست کردم دولت یا نشرش میکنه هرچی بخواد دیگه. او با داعش هم شاید داعش چند سال پیش هم سال 2015 به 16 به داعش نابود کرده بودن روسیه قطعی ایران و خود یکسانش کردن. داعش دیگه کجا باقی مونده است؟ همون تلگرام در دست کسی هم میبرد 4 تا صورت امنور رو پسته و میگیرن نشمینه. آقای داعش فقط انفجار میکرد. در کجا داعش دیدی که داعش برا یا جو بکشه بگریزه بره. آقای کرور نمیکنم بدر سوخته اوخی. همون پدر سوختن همون حرام کارن نیمش. ولی همون آقای انفجار میکنن و کارش این کار نیست. همین تهمت بالای توجیه که باید فهمید که اوخی. خب اینا از بیسوادیشو همینجا در همینجا پسته باشیدن. ولی اوخی هم دیپلماتی پدر سوختن دیپلماتو دکجو دیگه اوخی که بیا همینا بیا آشکار که بیا همکاری که بجای اینه که بیا همکاری کنه. ببینه که همین نامی توجیه که سفید کنه در جهان رفته است بود در تاجیکستان فرزند و خانواده و پدر عمو هم خویشاوندای همین بشار گرفته بود زندان کرده. در گجا هم نمیدونن. همین روز خانواده اسماعیلوفو اصلا نیستن. همین روز ادی آزادی رفته درشو میزنه یگون کسی نیست خونش درشو بستگی کجا هم معلوم. خونه عمکش چند نفر رفته است خبر که در اداره پلیس میپرسن که در گجان اونا رو هم بردیان بدرک. آخه این نمی حالت چیرانی نشان میتی اوخی. این هم نشان میتی که حکومت توجیه قطعی حکومت روسیه هر دست دوران اما روسیه خیلی میگه که خیش تورو شد ایسوسکی این کار هم که کردنی کشوکش سکنه با چیز دیگر هم میبرورن که این هم توجیه رو همی در چیز دیدن که اصلا هم نوالنی و همی چیزا های روسیه پوتین در مثال چه خیلی هر وقت مثال استعفا میگن مثال پوتین ها چی
که نوال رایودش برورن نکن و این کار نه که مردمی توجیک نباید پسید کنه ما خلق توجیک باید جون بکنه چکنه که کار با گردن نگیرن تو باید با گردن نگیرن داجی همون بچه هایی که قبیلگی زدگی در کلیسکه هم بیچوره با گردن نگرفته مردن با گردن گرفته زای این کارانه خان تا بزن شیر نر این هم خیلی کار توجیک نمیکنه این کار توجیکو نمیکنه این کاری توجیکو نیست توجیکو هم میلتی توجیک هیچ وقت تروریست نبود توجیک در طول تاریخ به هیچ کس حمله نکرده توجیک این توجیک به اینجا آورده نشدن باشه برادر اسرار اگر خاتمه باشه یک نیم ساعت 2 ساعت میشم جیم دیگر یک سنجشی بده ان شاء الله که بازم زنده باشی برادر من هم دیدم برای هم داخل شدم گفتم قطعی از صحبت میکردم گپ نیست برادر نگران از همه بچه‌ای که در پخش مستقیم تماشا داشتن تا این لحظه تشکر بچه‌ها برای حضور و اگر سخت گفتیم بخشش و اگر خوب گفتیم اجرش از درگاه اله و واقعی خدا یاد آورد بچه‌ها. سلام علیکم.